به نام الله یکتا و با عرض سلام و خسته نباشید و وقت بخیر خدمت تمام شما بینندگان و شنوندگان صفحه اجتماعی فیسبوک کتابخانه طارق. اینک شما را خوش آمدید میگوییم به دومین برنامه رمضانی و دومین برنامه ماه رمضانی ما 30 داستان از اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در 30 روزی ماه مبارک رمضان. داستان دوم را امروز به خدمت شما عزیزان ارائه می داریم. امیدوارم که بیننده باشین و از این داستان بهره کامل را ببرید. داستان دوم مربوط می شود به صحابی بزرگوار سعید بن عامر جمحی. منبعی که از آن روایت گردیده کتاب قهرمانی از عصر پیامبر صلی الله علیه و سلم. سعید بن عامر مردی بود که آخرت را به دنیا خرید و رضای الله و رسول را بر همه لذایذ دنیا ترجیح داد. سعید فرزند عامر جمحی که هنوز در عنفوان جوانی قرار داشت، یکی از هزاران تنی بود که به دعوت سردمداران مشرک قریش در میدان محاکمه خبیب فرزند عدی، یکی از اصحاب گرانقدر پیامبر صلی الله علیه و سلم که اسیری دستشان گردیده بود، در منطقه تنعیم در نزدیکی مکه حضور یافته بود. او که ایام جوانی خود را پشت سر می گذاشت و از نیروی الله دادی جوانی برخوردار بود، توانست با وجود همه موانع در جلوی صفوف جلوه کند و در ردیف بزرگان قریش امثال ابی سفیان فرزند حرب و صفوان فرزند امیه و دیگر سران منطقه قرار گیرد تا بتواند صحنه هولناک محاکمه خبیب را که توسط زنان، اطفال و جوانان با شور و هلهله فراوانی به سمت میدان اعدام سوق داده میشد از نزدیک مشاهده نماید و به این وسیله توانسته باشند انتقام کشته شدگان جنگی بدر را از محمد صلی الله علیه و سلم بگیرند. سعید با وجود قامتی بلندش برخاست تا صحنه را دقیق تر مشاهده نماید. او در حالی که خبیب را سمتی چوبه دار زیر نظر داشت، ندای خبیب را از میان آن همه شور و غوغایی که در آن حال و هوا از زنان و اطفال بلند بود میشنید که میگفت: اگر میتوانید لحظه ای رهایم سازید تا 2 رکعت نماز به پیشگاهی الله یگانه ادا نمایم. او که عاشق و شیفته شهادت بود در این اندیشه بود که چه چیز آتش خشم مشرکین را شعله‌ورتر می سازد. آنان با شنیدن این پاسخ همه با هم فریاد زدند: اعدامش کنید، اعدامش کنید. سعید که از مشاهده این صحنه سخت در رنج بود، با دقتی که در حرکات خبیب داشت دید که از بالای چوبه دار چشم بر آسمان دوخته و راز و نیازش را با خدای خود چنین زمزمه می کند: اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تقادر منهم احدا. پروردگارا، فرد فردشان را حساب کن، تنها تنها هلاکشان ساز و حتی 1 نفر از آنها را زنده باقی مگذار. این آخرین لحظات عمر خبیب است که با پیکری گلرنگ به لقای الله می پیوندد و جان به جان آفرین تسلیم می کند. مشرکین بر حسب معمول به مکه بازگشتند و مرور ایام و بروز حوادث دیگر جریان اعدام خبیب را از اذهان آنها زدود و آن را به ورطه فراموشی انداخت.
اما سعید جوانی که سخت تحت تأثیر حادثه آن روز قرار گرفته بود، لحظه ای از خاطره غم انگیزی اعدام خبیب فارغ نبود و آن صحنه دلخراش را در خواب و بیداری میدید. هنوز فراموش نکرده بود که خبیب در پیش چشمانش در پای چوبه دار با آرامش کامل 2 رکعت نماز را در پیشگاه خداوند ادا کرد. زمزمه صدای او که نابودی و هلاکت مشرکین را از الله خود می طلبد هنوز در گوشش می پیچد. تصور این جریان هر لحظه سعید را تکان می داد و او را از شدتی آن بر خود می لرزید که مبادا هدف صاعقه‌ای قرار گیرد و یا صخره عظیمی از آسمان بر سرش فرود آید. خبیب با به نمایش گذاشتن اخلاص و شهامت خود توانست به عنوان بهترین معلم آنچه را که سعید نمی‌دانست به او بیاموزد و بر صفحه ذهن او نقش کند که زندگی واقعی جز عقیده و جهاد نیست و در راه تبلیغ عقیده تا آخرین نفس باید استقامت کرد. بدین ترتیب عملاً اثبات نمود که با ایمانی راسخ می توان کارهای حیرت انگیز و معجزه‌آسا را به انسانها آموخت. برداشت دیگری که سعید از جریان این واقعه نمود این بود که مردی که اصحاب او به این صورت به او عشق می ورزند در نبوتش جایی برای شک و تردید باقی نمی ماند. در اینجاست که روزهای سعادتی سعید فرا می رسد و با لطف الله عشق و محبت اسلام در دلش جوانه می زند و با قلبی مال از صدق و صفا در بین جمعی از مردم ایمان و دلبستگی خود را به اسلام اعلان می دارد و از بتان و خدایان ساخته و پرداخته قریش ابراز تنفر و انزجار می نماید. دیگر مکه جای امنی برای سعید نیست. ناگزیر راهی هجرت به مدینه را در پیش می گیرد و به شرف صحبت و ملازمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نایل می شود. سعید در غزوه خیبر و سایر غزوات بعدی رسول الله صلی الله علیه و سلم را همراهی می نماید و در لحظات حساس فراق که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم و رفیق اعلامی پیوندد با سعید بن عامر در حالت رضایت و خوشنودی ودا می کند. سعید بعد از وفات پیامبر اسلام مانند شمشیر قاطعی در دست خلفای پیامبر یعنی ابوبکر و عمر محسوب می شود. زندگی سراسر آمیخته با زهد و تقوای او بهترین نمونه مومن کاملی را نشان می دهد که آخرت را به دنیا خریده و رضای پروردگارش را بر همه لذایز دنیا ترجیح می دهد. خلفای پیامبر بزرگوار اسلام کاملا از صداقت و راستی سعید آگاهی داشتند. مقام و منزلتی او را شناخته بودند و به نصایح و سخنان ارزشمندش گوش می دادند. در آغاز تفویض امور خلافت به عمر بن الخطاب روزی جهتی بازگو نمودن نصایح خود وارد منزل خلیفه شد و به او چنین خطاب کرد: ای عمر، توصیه‌ام به تو این است که در رساندن حق مردم به مردم و پایمال نمودن حق الله در برابر مردم از خدا بترسی ولی از مردم مترس و خلافی گفته‌ات عمل مکن، زیرا بهترین سخن آن است که در عمل تصدیق گردد. ای عمر، به امور کسانی توجه کن که خدا تو را ولی امر آنان گردانیده است، اهم از اقربا و رعیت. برای آنان نیز آنچه را که برای نفس و عیال خیش دوست می‌داری دوست بدار و آنچه را که برای نفس و عیال خیش بد می‌داری بر آنان نیز بد و ناپسند بدار. همه مردم را به حق تشویق کن و در راهی خدا از ملامتگران هراسی نداشته باش. عمر در پاسخ به سخنانش فرمود: ای سعید، چه کسی میتواند این امور را رعایت کند؟ سعید گفت: قدرتی رعایت این امور را مردی مانندی تو که الله او را ولی امور این امت گردانیده و در بین او و الله کسی دیگری حایل نیست دارد.
خلیفه مسلمین که همواره در جستجوی چنین اشخاصی دلسوزی برای امت اسلامی بود، در خاتمه سخنان سعید از او تقاضای همکاری در امور خلافت را نمود و امارتی اهلی یعنی حمص را به وی پیشنهاد کرد. سعید که نسبت به این امور سخت بی‌علاقه بود، تکان خورد و بدون درنگ گفت: ای عمر، تو را به الله سوگند می دهم مرا مایل به دنیا و امور دنیایی مگردان تا باعث تباهی آخرتم نگردد. خلیفه با شنیدن این پاسخ برآشفت و با لحنی تندی گفت: هلاک شوید. بار سنگین خلافت و وارثی به امور مسلمانان را بر دوشم نهادید. آنگاه هر یک از شما به نوعی از قبول کارها شانه خالی می کند و از من کناره می گیرد، به خدا سوگند این وظیفه به تو واگذار خواهد شد. سعید که جز پذیرفتن این امر خلیفه چاره دیگری در خود ندید، مجبور شد به خواست خلیفه تن بدهد و مسئولیت را عهده‌دار شود. با انتصاب سعید به عنوان امیر حمص، خلیفه عزم کرد تا حقوق و مزایا را برایش تعیین نماید، اما سعید از قبول آن ابا کرد و گفت: ای امیر مومنان، من به گرفتن حقوق نیازی ندارم. اگر چیزی از بیت المال مسلمین به من اختصاص داده شود، زاید از حاجت من خواهد بود. دیری نمی گذرد که سعید جهت انجام وظیفه خود وارد حمص می شود و کار خود را آغاز می نماید. مدتی می گذرد تعدادی از مسلمانان معتمد و سرشناس حمص جهتی در میان گذاشتن بعضی نیازهای خود نزد خلیفه می آیند. خلیفه در ضمن ملاقاتی که با ایشان انجام می دهد، خواستار لیستی اساسی فقرا و تنگدستان منطقه آنها می گردد تا حاجت آنها را برآورده سازد. لیست فوراً ترتیب و تقدیم خلیفه می شود. امیر مومنان در یک نظر چشمش به نام سعید بن عامر می افتد که در زمره فقرای منطقه ردیف شده است. خلیفه با تعجب می پرسد: سعید بن عامر کیست؟ امیر ما. آیا امیر شما از جمله فقراست؟ آری. سوگند به الله روزها می گذرد اما در خانه او آتش به چشم نمی خورد. خلیفه با شنیدن این جمله اشک از چشمانش سرازیر شده آنقدر می گرید تا ریشش با آبی چشمش تر می شود. سپس مبلغی 1000 دینار را در کیسه قرار داده دستور می دهد سلام مرا به سعید برسانید و این مبلغ را از جانب من به او بدهید تا بدان حاجت خود را برآورده نماید. نمایندگان به حمص بازگشتند و پیام خلیفه را با مبلغ پولی که برای سعید فرستاده شده بود نزدی او بردند. سعید که چشمش به کیسه پول افتاد حالتش دیگرگون گشت و بلادرنگ آیه کریمه انا لله و انا الیه راجعون را قرائت نمود. ما از آن الله هستیم و به سوی او باز می گردیم، که معمولا در وقت وقوع مصیبت ها تکرار می شود تلاوت نمود، به طوری که گویی مصیبتی بر او نازل شده و یا واقعی بس عظیمی اتفاق افتاده است. همسرش با شنیدن تلاوت این آیه اجالتا از قضیه چنین جویا شده و گفت: سعید، چه اتفاق افتاده؟ آیا امیر المومنین وفات نموده است؟ اتفاق بزرگتر افتاده است. آیا لشکریان اسلام به شکست یا مصیبتی مواجه گشتند؟ اتفاق بزرگتر از این هم رخ داده است. چه اتفاق بزرگتر از اینها خواهد بود؟ بر من پول و دنیا وارد شده است تا آخرتم را خراب سازد و در خانه هم فتنه ایجاد نماید. همسرش که از واقعیت امر آگاهی نداشت گفت: خود را از شر آن نجات بده. آیا من را در این را یاری می کنی؟ چرا که نه. سعید با یاری همسرش پول را در کیسه های مختلف جا داده و در بین فقرا و تنگدستان منطقه توزیع نمود. با آنکه فقر و تنگدستی دامنگیرش شده بود، هرگاه چیزی به دستش می رسید دیگران را بر خود ترجیح می داد و آن را بین فقرا و معلولین تقسیم می نمود. الله به سعید بن عامر جمحی اجر و پاداش نیک عنایت فرماید. بله دوستان نهایت بزرگوار، رسیدیم به پایان دومین داستان یا دومین قسمت از برنامه رمضانی کتابخانه ما. امیدوارم که از این داستان‌ها بهره کافی را ببرید و برای شما جالب و دلپذیر تمام گردد.
تا برنامه بعد و داستانی بعد که باز به خدمت شما قرار میگیریم، شما را به الله بی نیاز می سپاریم. وقت بر شما خوش. خداوند روزه شما را قبولی درگاه خود بگرداند.